يا مصطفى ما قمت تخاف ها؟ سوي الحركه سوي الحركه. لحظة. انا لا أنا بدي وأنا بدي. لا أحمد أنا تحدي. قلت لك لا يا أحمد. أنا ما بخاف بس أنا بدي اطلع. اطلع. لا لا ما بزيادة أنا بدي. أنا بدي. زين بدي بعد يوم. أنا بدي. أنا ما بخاف ولكن این هفته خبر تو خبر داره براتون از توهمات عظمای پا به گور که میخواد با این روزه ها به بسیجی‌های وارفته دل بده. ایشان با تاکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه جهات به ویژه در زمینه دفاعی گفتند ما احتیاج داریم که کشور از همه جهات قوی بشود. یکی از جهات هم جهات نظامی است. بعد از این روزه بود که آخوندا با کلی اهن و طلب از پرتاب ماهواره به فضا خبر دادن و گفتن این نشون دهنده خودباوری ماست. این لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر به فضاست. ماهواری که به همراه ماهواره بر سیمرغ با عنوان نماد خودباوری و خودکفایی متخصصان فضایی کشور محسوب می شود. اما طولی نکشید که این خودباوری تبدیل به خاکتوسری شد و ماهواره‌ای که پرتاب کردن خورد تو پوز عظما. از اون طرف داستان پاچگیری از شیخ فری هم ادامه داره و امام جمعه های ریز و درشت عظما از هر فرصتی برای تصفیه حساب با شیخ فری استفاده کردن. از همون مجاری که خود ما وارد شدیم بیام اون مجاری رو زیر سوال ببریم، انتخابات رو انتصابات معرفی کنیم. این خود نقیزه. مگر ما خودمون از این کانال عبور نکردیم؟ بوفالوی عمامه‌دار ولایت هم به التماس افتاد و اینجوری از شورای نگهبان زوار در رفته عظما دفاع کرد. به این که این انتخابات رقابتی نیست، این انتخابات انتصاباته. اونایی که بایستی نیان از همون اول حسبشون کردن که اونایی که میخوان بیان همونا بیان. پس انتخابات گزینشیه، انتخابات انتصاباته. داره این رو تبلیغ میکنه و این رو ترویج میکنه. شما رو به خدا رد صلاحیت ها از بین بردن رقابت هاست. اینا با این حرفاشون میخوان کاری کنن که تو چاه بحران ها نیفتن، اما خبر ندارن که کار از این کارا گذشته. آقای بزرگ اومدیم کوبره چاکج، این توم بالای چاکجه. اینم چاه هست که اثری ازش نیست، زیر برفه. اینم آقای بزرگه. مرد حسابی نمیدی دیرم میگم چاته. این هم یه نمونه از مناظره های انتخاباتی توی نظام که بیشتر شبیه طنزهای تلویزیونیه. سابقه دارم. از کل لیبرالای تاریخ دفاع می‌کنی. من سوسیال دموکراتم. من اینو نمیفهمم. من نمیفهمم. از بزرگترین دولت لیبرال پس از انقلاب دفاع می‌کنی. میگی من سوسیال دموکراتم. ما مخالف سیاسی هاشمی رفسنجانی می‌فهمم. هاشمی رفسنجانی کسی بود که مورد انتقاد شدید جریان مشارکت بود، جریان چپ بود. بعد تو من طرفدار حال اینه دقیقاً مثلا اتفاقا من نمیتونم، نه من میفهمم طرفدار چی هستی. تو واقعا نمیفهمی چی هستی. تو اصلا اقتصاد سیاسی نمیفهمی. دفاع می‌کنی اصلا نمیفهمی سوسیال دموکراسی چیه یا ما رو فیلم کردی. خب خیلی ممنونم از اینکه اینقدر خوب با هم حرف میزنید و هیچ گوش نمیده. خبرنگار تیویریش هم رفت تا با جنگولک بازی
تنور انتخابات رو گرم کنه، اما چنین سوتی بازاری راه افتاد. ندین پرسندگان رای ندین، اینا دروغن، کلکن و واقعا هیچ کاری برایش نیست. آقا شما به عنوان یک نماینده این شهری، همه این مردم امروز میرن رایش رو به شما میدن. به عنوان یک نماینده این شهر الان رفتی مجلس، چیکار میکنی برای مردمت؟ من فقط میرم دزدی میکنم. این آخوند تانگی هم طبق معمول زده تو خط پرت و پلاگویی و میخواد با این جفنگیات نظام رو از بحران اقتصادی در ببره. حاج آقا 8 سال توی مملکت جنگ بود، چی شد؟ اینا نگاهشون چیه؟ فقط شکمیه. دیروز تخم‌مرغ گرون شد، سیب زمینی پیاز گرون شد، خب چی شد؟ این هم نتیجه انقلاب و جنگ. مگه قرار بود؟ بله قطعاً باید برای مردم رفاه نسبی فراهم بشه، قطعاً گرونی بده، قطعاً باید اصلاح بشه، ولی ما که نرفتیم جنگ که سیب زمینی پیاز ارزون بشه، که ما که انقلاب نکردیم که سیب زمینی پیاز ارزون بشه، که ما انقلاب کردیم که پرچم لا اله الا الله بر فراز این مملکت و ان شاء الله بر فراز همه کشورهای دنیا برافراشته بشه. ما برای این انقلاب کردیم. خلاصه این که سر عظما بعد جوری لای در بحرانا گیر کرده. همزمان با ایام دهه زجر، تیوی ریش پر شده بود از تبلیغ امام کفن پاره. یه نمونهش رو ملاحظه بفرمایید. امام رو باید از میان حرف ها و عمل کردش شناخت. و الف لام خمینی این لایه ها رو برای شما باز میکنه. حالا این شما و این شناخت امام ملعونشون از لابلای حرفاش. ببینید چه بلایی سر فاعل و مفعول و جمله و مضاف و مضاف الیه میاره. امروز اگر یک هم چیزی بشه اینها را ما خواهیم تکلیفشون رو معین کرد. هفته پیش مم جواد ظریف اومد خوشمزگی کنه، کله ملق زد، یه جمله به زبون چینی گفت و بلا گفت. 给中国人加油鼓气。中国加油，武汉加油。给中国人加油鼓气。中国加油，武汉加油。مردمم تو فضای مجازی حسابی از خجالت این مالکش اعظم در اومدن و کلی بریش بلا تکلیفش خندیدن. این کلیپ رو بر اساس سکانس معروفی از فیلم درخشش ساخته استنلی کوبریک ساختن. 中国加油，武汉加油。 یه عده از هموطنان خوش‌ذوق هم ترانه چینی ظریف رو راهی فضای مجازی کردن. 中国加油，武汉加油，中国加油，武汉加油，中国加油，武汉加油，中国加油，武汉加油。 این تاجزاده که از مالکشای بی عمامه است، یه مناظره گذاشت با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رژیم که تبدیل مضحکه خاص و عام شد. تاجزاده اون گوشه نشسته ماله میکشه، آخوندم خرمای عظما رو میخوره. نهبان داره. خب بفرمایید که تو این کشوری که میشون یک نفر از اعضای این شورایی که میگید نظارت داره پیدا کنید که تو طول سال یک بار اظهار نظر سیاسی بکنه. شما اینجا آقای جنتی یزدی اینا عضو شورای نگهبانن، از هر حزب سیاسی فعالترن و بیشتر دارن تو امور سیاسی دخالت میکنن. اونا جایگاه خودشون رو حفظ میکنن. بعدم قرار شما انتخابات سالم برگزار بکنید. بسیار خوب.
از فقهای با افکار متفاوت دعوت کنید اونجا باشن. چه اصراری دارید همشون از یه جناح باشن؟ ما یه جناح اقلیت 15% تو این جامعه. خب من نمیخواید انتخابات اتقام موازد تو هم کجاست؟ اینا متهمن به جناحی بودن. خب یه کسایی دعوت بکنید که این اتهام رو نداشته باشن. یا مثل اول انقلاب، مگه نمیگید که اول انقلاب خیلی خوب بوده و اینا بوده؟ خب مثل اول انقلاب بکنید، اعضای شورای نگهبان رو از جناح‌های مختلف انتخاب بکنید بیاد اونجا. این جوجه مداح ولایت مدارم خودش رو به صف مشنگای نظام رسوند و با 2 جمله آرزو کرد که مرگ عظما هرچه زودتر فرا برسه. خودتون بشنوید و نتیجه گیری کنید. خدایا سید ما رو، جان ما رو، نفس ما رو تا صبح ظهور برای ما حفظشون بفرما. اولین آخرین دعامون خدایا به احترام عمه جانش زینب سال ظهور امام زمان ما به کمتر از 100 ثانیه مبدل بفرما. سوتیریش یا تیویریش توی یه برنامه مسخره یه آمریکایی رو دعوت کرد که باهاش علیه ترامپ لابی کنه، اما طرف سود زد و از جنایت‌های پاسدار سلیمانی گفت. نتیجه این آبروریزی شد که ملاحظه می‌کنید که امریکا در واقع به خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان و همینطور زمانی که امریکا به افغانستان رفت، یکی از لینک های بسیار خوبشون لینک قاسم سلیمانی بود و همیشه But the death of Soleimani was very much a lie. He was the greatest master of counterterrorism the world has ever known. And this appears to have been a violation of international law, the United Nations Charter. مثل اینکه یک مشکل صدا داشتیم تا دوباره ارتباط برقرار کنیم. همیشه مشکل صدا هست. باید باش کنار بیاد. در زنده هم همین. این هم یک مصاحبه تاریخی در تیویریش که کاملا بدون شرحه. سلام میکنم بنده همه شما. بله. حاج آقا تهاجم فرنگی چیز خوبیه؟ الحمدلله بهتره. از چه نظر؟ همسی. حالا که تا اینجا اومدیم خوبه یادی هم بکنیم از این مصاحبه تاریخی تیویریش با یه ساندیسخور مشنگ. 22 بهمن یک افتخار برای کشور هست. من هر سال اومده ام. دشمن یک خیانتکار هست، آل سعود یک خیانتکار، آمی هم یک خیانتکار هستن. اوباما هیچ غلطی نتوانست انجام بده. این تیام ترمینال چی اسمش که تازه ایتون بوده، اونم هیچ غلطی نمیتوانه انجام بده. این همه لشکر آمده بهش که یافته آمده. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه دختر کوچولوی چینی جلب می‌کنیم که در نوع خودش منحصر به فرده.